ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъовади тантанавӣ ба ифтихори 30-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамватанони азиз, ҳозирини гиромӣ, дар таърихи давлату миллатҳои ҷаҳон рӯйдодҳое ба вуқӯъ мепайвандад, ки сарнавишт ва роҳи мебаъдаи онҳоро муайян мекунанд. чунин рӯйдоди муҳим дар таърихи давлатдории навини тоҷикон қабули нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад, ки мо имрӯз 30-мин солгарди онро таҷлил менамоем. бо камоли ифтихору сарфарозӣ тамоми халқи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзин ва ҳамаи шумо ҳозирини арҷумандро ба муносибати ин санаи воқеан тақдирсозу таърихӣ самимона табрику шодбош мегӯям. Конституцияи Тоҷикистони соҳибихтиёр ҳамчун санади ифодагари истиқлолу озодии халқи мо дар таъсиси давлатдории навини тоҷикон ва пойдориву бардавомии он нақши ҳалкунанда дорад. ин санади таърихӣ ва сарнавиштсоз
برای گذاشتن اساسهای ارکان دولتداری نوین تاجیکان، نائل گردیدن به صلح و ثبات، وحدت ملی، دستاوردهای بزرگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رشد جامعه شهروندی و تشکل آزادانه شخص زمینه مستحکم و با اعتماد حقوقی فراهم آورد. سی سال عمل کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ثابت ساخت که قانون اساسی دولت ما از امتحان بسیار جدی حیات گذشت و درستی مقصد و وظیفه ها و ارزش هایی که کنستیتوسیون به آنها اساس یافته است اثبات گردید. طوری که من در یکی از سخنرانی های خود ذکر کرده بودم، کنستیتوسیون زمینه های حقوقی استقلال و اساس های دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی ما را تحکیم بخشید. کنستیتوسیون سرچشمه تشکل نظام قانونگذاری دولتی معاصر ما گردید و اشتراک آزادانه و وسیع شهروندان را در حیات سیاسی و اجتماعی کشور و اداره دولت تأمین نمود. حاضرین ارجمند، در ظرف 30 سال عمل کنستیتوسیون کشور ما راهی نهایت دشوار را طی نمود و مردم تاجیک برای رسیدن به این روزهای با سعادت و دستاورد و موفقیت ها مسیر بغایت سخت و سنگین را سپری کردند. صاحب اختیار گردیدن تاجیکستان ضرورت در سطح کنستیتوسیون به رسمیت درآوردن دولتداری ملی، معین نمودن شکل و ساختار آن، ارزش‌های بنیادی جامعه از جمله مقام شخص و حقوق و آزادی‌های او، اینچنین اساس‌های کنستیتوشنی سیاست خارجی دولت و ارزش و پرینسیپ‌های جامعه دموکراتی را به میان گذاشت. محض استقلال دولتی همچون ارزشمندترین و مقدسترین نعمت زندگی خلق تاجیکستان با قبول کنستیتوسیون سال 1994 زمینه گذاشت. مردم تاجیکستان خوب در یاد دارند که در آغاز سالهای 90 عصر گذشته، یعنی در ابتدای صاحب استقلالی، کنستیتوسیون عمل کننده و قانونها پایمال شده، فعالیت مقامات حاکمیت دولتی فلج و در کشور به حاکمیتی و به نظامی حکم فرما گردیده بود. در مدت 1 سال تحت فشار گروه و دایره های منفعلخواه 2 پرزیدنت و 5 حکومت به استعفا رفت و این روند باعث سر زدن جنگ شهروندی گردید. در آن مرحله تقدیرساز برای به اعتدال آوردن وضعیت، تأمین نمودن ثبات جامعه و رسیدن به رضایت و وحدت ملی ضرور بود که ساخت کنستیتوشنی را برقرار ساخته، قانونیت و ترتیبات تأمین کرده به جنگ شهروندی خاتمه بخشیده شود. عملی سازی این وظیفه دشوار و مرکب تنها بعد اجلاس تاریخی 16 شورای عالی آغاز گردید. در مسئله معین نمودن ساخت دولتداری تاجیکستان، من مقصد خود را جهت برپا کردن دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی در آن اجلاس تاریخی با قطعیت اعلام کردم، زیرا این مقصد و مرام مردم تاجیکستان بود. با سالهای سپری شده درستی راهی انتخاب کرده ما را ثابت نمودند.
آن روزها بعضی ها میخواستند و کوشش میکردند که در تاجیکستان دولت اسلامی برپا شود. گروه دیگر در تلاش برقرار کردن دولت کمونیستی بودند. من شاهد حال هستم که در سیزد تاریخی پنجم دپوتات‌های خلقی اسیار در زل 13 اشتراک داشتیم. از هر یک جمهوری‌های دیگر هم وکیلان جمهوریوی هم دعوت شده بودند. بعد خاطرم جمع شده گشت آمدم، کمتر بعضا عقیده فکر و اندیشه هم دیگر شد. در خود داخل تاجیکستان سر زدن جنگ شهروندی یک عامل اساسیش این بود که حاکمیت همون مقام خود را در زمان دشوار و وزمین بی‌طرف گرفت. بعضا رهبراش کاتبای سیکه گریخته رفتن چمدانا را پر کردگی یا دولت. مردم را اطلاع می‌دادند که حکومت کمونیستی را باید برقرار کنند. در بسیار شهر نایاب بی‌طرف بودند. گروه دیگر از بیرون برای همین اهمیت داده باشه دائما من در سخنرانی‌ها تاکید می‌کنم که جنگ شهروندی تاجیکستان جنگ تحمیلی بود. کشور دیگر کیها حتی زمان شوروی مچیتا ملاهای ما را دیندارای ما را آماده کردند. بعضا کشورهای دیگر یراق دادند و در یک جهگی این علنگه را در تاجیکستان سر دادند و از بیرون راهبری میکردند، هم از بیرون هم از داخل. بعضا سفارت‌ها روی راست راهبری میکردند. جای یگان پنهانیش نیست، تاریخ گواست که در جنگ شهروندی جمهوری تاجیکستان بواسطه شریک است. اینا سوزانده نمی شود. انا در همین مرحله برای چی اهمیت داده باشیم، در یکی از روزهای اولی بعدی که مرا رهبر دولت و رئیس شورای عالی انتخاب کردند در 13/16 من همین شاخص دولتداری را بیان کردم که معلوم شود جامعه چی میخواهیم ما. یعنی ما همین راه را پیش آوردیم، نه بنیادی برقرار کردن ساخت کمونیستی، نه بنیاد دولت اسلامی، یعنی دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی. من در این روز بسیار جشنی باشکوه، در روز عید بار دیگر منتداری صمیمی و برای کلی مردم خرد و بزرگی مردم تاجیکستان بیان میکنم که در همان لحظه های حساس و وزمین دشوار که مردم نانی خوردن نداشت، فرزندان خود را، شوهران خود را، یار دوستان و خویش اقربای خود را از دست میدادند، از خانه به خانه بودند، لیکن همین سیاست ما را دستگیری کردند. خاموش کردن جنگ شهروندی، با وحدت آوردن ملت تاجیک، سرجمع ملت تاجیک، این خدمت پیش از ما خود خلق تاجیکستان است، ملت تاجیک است، قهرمان ملت تاجیک است، هیچ کسی دیگر نیست. حاضرین گرامی، در آن دوره مدهش تهیه کردن لایحه کنستیتوسیا کاری آسان نبود، ولی مسئله تهیه قانون اساسی دولت و تشکل اساسهای کنستیتوسیونی دولتداری نوین از جمله ضرورت‌های مهمترین روز به حساب می‌رفت. یعنی در برابر برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی و حل وظیفه‌های تقدیرساز از قبیل قطع جنگ و خودریزی، تأمین صلح و ثبات، قانونیت و ترتیبات و سرجم نمودن مردم کشور، هرچی زودتر تهیه و قبول کردن کنستیتوسیا یکی از مسئله های مهمترین جامعه بود. در اجلاس 16 شورای عالی مسئله تهیه کنستیتوسیا بررسی گردید و با رهبری سرور دولت کمیسیون کنستیتوسیونی تأسیس داده شد. در رابطه با این
قابل تاکید است که با وجود وضعیت مرکب و ناآرام کشور و فشار گروه‌های قدرت طلب اعضای کمیسیون انسانی و عموما مردم شرفمند تاجیک در تهیه و قبول این سند سرنوشت‌ساز اراده استوار نشان داده در قانون اساسی دولت مقصد و مرام خود را ifade کرده. در روند تهیه لایحه کنستیتوسیا هیئت کمیسیون انسانی و یکچند دولت پیشرفته جهان با مقصد آموختن و استفاده تجربه آنها فرستاده شد. ما آموختیم تجربه دیگر کشورها را و لایحه کنستیتوسیا را با محاکمه عمومی خلقی پرداختیم. هنگام تهیه لایحه کنستیتوسیا سندهای حقوق بین المللی نیز مورد تحلیل و آموزش قرار داده شدند و معیارهای آنها در قانون اساسی ما درج گردیدند. در جریان تهیه و محاکمه لایحه کنستیتوسیا که قریب 2 سال ادامه پیدا کرد، مردم تاجیکستان فعالانه اشتراک کرده زیاده از 8,500 پیشنهاد و درخواست خود را به کمیسیون منظور نمودند. این شماره کم نیست. اینا کار کردند، آموختند در کار که مردم چی میخواهند. تمام پیشنهادهای وارد شده از جانب کمیسیون انسانی تحلیل و بررسی گردیده در روند تهیه متن نهایی کنستیتوسیا به اعتبار گرفته شدند. من میnnتداری خود را با تمام هیئت کمیسیون بار دیگر در این روز بیان میکنم که خیلی زحمت کشیدند. زحمت خیلی زیاده کشیدیم ما که بعد این لایحه را با محاکمه عمومی خلقی پیشنهاد کنیم. باید گفت که فعالیت کمیسیون انسانی یکمران نبود. در بعضی مسائل بین اعضای کمیسیون بحث‌های دامنه‌دار با وجود می آمدند، زیرا آن وقت تأثیر مفکوره و ارزش‌های دوران گذشته هنوز خیلی قوی بود. تحت تأثیر چنین مفکوره ارزش‌های نو جامعه از جمله گوناگون اندیشی سیاسی و مفکوروی بسیار حزبی، برابر حقوقی و شکل‌های گوناگون مالکیت از جمله مالکیت خصوصی، اقتصاد بازرگانی، صاحبکاری و مانند اینها با دشواری قبول می‌شدند. بعضی‌هاش منم قبول نداشتم. یک چیزی نو بود. یک چیزی بود که ما عموماً درباره اون تصورات نداشتیم. چون که دوره پیش صاحبکاری، تجارت دیگر و میگه مالکیت شخصی، قصر ساختن، کارخانه ساختن خصوصی قانون بود. ممکن نیست. 80% اهالی در اون دوره حاضرن در دیار زندگی میکنن. اکثریت حسابی خواجگی‌ها یا ریاستخانه خودشان زندگی را پیش میبردن. حالا هم یعنی تهیه کردن همه مردمی که در یک سیستم ما کار میکردیم، همه اعضای کمیسیون خواهی نخواهی چه میشود این؟ برای چی؟ یا رادیوی شخصی یا تلویزیون خصوصی یا روزنامه خصوصی تنقید کردن. اونجا چی بود؟ فقط از پایان تا بالا 5 تا گرای اعضای پلیتبیرو اونجا گرفته، قهرمان گرفته ایستاد است. پایان باشه همه زنده باد. اورا تنقید نبود. کمبودیا را نمیدیدن. انا بدبختی برهم خوردن اتحاد شوروی همین بود که از پایان کنده شدن، ندانستند که در جامعه جمهوریت چی وضعیت است، خلق چی وضعیت زندگی دارد. جدا شدند. از زندگی سالهای آخر وضعیت دشوار بود. این بحث و مناظره ها سبب پیدا شدن 2 موقع دایر به انتخاب شکل اداره کنی دولتی در کنستیتوسیا، یکی جمهوری پرزیدنتی و دیگری جمهوری پارلمانتی گردیدند. دایر به این مسئله من ابراز نمودم که مقابل گذاشتن این 2 شکل اداره کنی دولت درست نیست، زیرا در کشورهای مختلف جهان هر 2 نوع جمهوری قبول شدند و با در نظر داشت خصوصیت‌های تاریخی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و عنعنوی آنها عمل می‌کنند. برای ما در آن دوره حفظ یکپارچگی تاجیکستان، تامین نمودن امنیت مردم،
صلح و ثبات و آرامی جامعه مسئله از همه مهم به شمار می‌رفت. همچنین با در نظر داشت خصوصیت‌های خاص حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مفکوره‌ای مردم تاجیک و برای برآمدن از این وضع دهشتناک بحرانی تأسیس حاکمیت نیرومند متمرکز یگانه و منظم ضرور بود. بنابراین اعضای کمیسیون کیهانی به خلاصه آمدند که برای شرایط تاجیکستان جمهوری پرزیدنتی شکل موافق و با اعتماد می باشد و اکثر کل شخصانی که در محاکمه لایحه اشتراک داشتند جمهوری پرزیدنتی را همچون شکل اداره کنی دولت تاجیکستان طرفداری کردند. در نتیجه جمهوری پرزیدنتی همچون شکل اداره کنی دولت در لایحه کنستیتوسیون پیشنهاد کردید. رشد میوه‌دهی تاجیکستان عزیزمان بار دیگر اثبات نمود که ما در انتخاب شکل اداره کنی دولتمان خطا نکرده ایم. برای چی پرزیدنتی دعوا کردیم؟ من قریب 2 سال رئیس پارلمان بودم. باز سویت وزیران داشتیم، سروزیر بود. ببینم حجت را چی قبول شده ایستاده است، چی حکومت کار کرده ایستاده است پارلمان. قانون را همون خیل بود. بعضا قرار را حکومت قبول میکرد. کار دیدم تماما طرز دیگر. ایست جنگی شهروندی ادامه دارد. حکومت بعضا کارهایی که عموما گویا که هیچی نباشد در تاجیکستان آید. اصلا خطرناک است. دیگر چی؟ یک روز درک یافتم که سروزیر آن وقته 27 ابجکت استراتژی تاجیکستان را رویخط کردن، پروتکل کردن، شرطنامه تیار کردن، لایحه بردن یک کشوری ابرخودرد را همین خیلی بسپارند برای گرفتن غله. گروه روان کردن که گیرید این پروتکل گپ زنه درایی که ما زید هستیم این چیز را ما نمیکنیم. از اونجا نیروگوی نورک، از اونجا کارخانه آلومینی تاجیک همه را رویخط کرده بردن. از بس که در همون حالتی که مردم اینقدر میلیون ها بی خانه و در خارج در داخل تمام حاکمیت تلاش شده را برقرار کردن در کار بود. برای همین صوت پرزیدنتی با ما در کار بود. با یاد داشته باشین کدام معاش گرفته باشه میدونن وزیر چند سامانه میگرفت در همون دوره، نفقت چند بود، آموزگار چند میگرفت. اون من 3-4 سالی اول که هیچ معاش و گاز و برق نمیگفتیم، اما در وهم جا بوده که آیا زنده میمونه فرزندی من در کجا، دادری من در کجا، آکای من در کجا. همین بود. هیچ کس خیش تبار دیگر با یک نهایه یا حتی دهه دیگر رفتن نمیتوانست آزادانه. یعنی در همین مرحله بودجه دولت حتی سال 2000 300-400 میلیون سامان بود. وزیر 23 سامان میگرفت معاش 7 سامان، نفقه 3 سامان بود. حالی ما درباره 4-5 میلیارد دلار گپ میزنیم. اینا نمیشدن. اگر همین این سود نبشید نه اقتصادیات روش میکرد نه ملت سرجم میشید نه دیگر چی؟ برای چی؟ با رای پرسی، برای چی؟ باسه پارلمانی. اعضای کمیسیون دایر با مسئله طرز قبول کنستیتوسیون نیز اندیشه‌های مختلف داشتند. بعضی‌ها از جانب پارلمان قبول کردن کنستیتوسیون را بهتر می‌دانستند و گروه دیگر جانبدار قبول آن توسط رای پرسی عمومی خلق بودند. من برای چی؟ روزها هفته ها بحث کردیم دایر به همین. چون که ما شاهد بودیم، شما میدانید هر روز تحت فشار میدان ها در کنستیتوسیون تا 10-12 تغییرات می در آوردیم. من وکیل بودم. جمعش میگه انا ماده کنستیتوسیون را گیر. پارلمان بازیچه میدان ها شده بود. نمی کردی. شب بعدی ساعتی 10 میدان برو، نزدیک میدان دپوتات برو. برای چی؟ هرچی دستگیری نکردی. میدان صاحب ندارد. در باره امنیت تینجی آرامی می‌رود که مردم امنیت شد تامین کردن در کار. وگرنه هم ملت پراکنده میشد، هم دولت جوانی صاحب اسلامی تاجیکستان استقلالیت را از دست می‌دهد. بعضا کشورها علاقه نقشه فرو برده نکشیده بودند.
баъзе сиёсии кишвар дар он давра моро водор намуд ки лоиҳаи конститутсия аз тариқи раипурсии умумии халқӣ қабул карда шавад. зеро ин тарзи қабул далели қатъӣ ба халқ тааллуқ доштани ҳокимияти давлатӣ буда устувории конститутсия ва амали бевоситаи меъёрҳои онро таъмин намуда қувваҳои гуногуни сиёсиро аз имконияти ҳар лаҳза ворид намудани тағйиру ҷавоб ба он маҳрум месозад. тавре борҳо хотиррасон карда будам, вакилони шӯрои олӣ ба конститутсияи ҳамон вақта ҳатто дар як рӯз якчанд маротиба тағйирот ворид мекарданд ки онҳо баъзан хилофи ҳамдигар буданд. қор макамфа барои истеъфо додан 3-4 бор овоз наметиҳанд ки истеъфо равад, 7 овоз намерасад. оқибат пешниҳод карданд депутатҳо ки ба конститутсия тағйирот ворид кардан дар кор ҳамин 7 овозро кӯта поён мекунем, аз нав ба овоз мемонем, ҳамон қабул. қор маҳкам гуфт ҳеҷ накунед, он барои рафтани ман конститутсияро тағйир надиҳед, ман ана арзама навиштам рафтам. анархия шудагӣ буд. тамоми конститутсия қонунҳои ҳамон вақта зери по шудагӣ буданд. барои ҷанги шаҳрвандӣ бошад. касе яроқ дар даст дошт, судам, прокурорам, милисиям ҳамаш анамун яроқ ба даст мехост ҷота мепарон. на суд, на прокурор, на тафтишо, на дигар. мехост шаб меомад фарзандам мегирем мерам. ҳақ надошти ки нигоҳ кун. дар асл парламенти он рӯза ба бозишаи дасти гурӯҳ нерӯҳои манфиатҷӯй ва қудраталаб табдил ёфта буд. баъзан шонат дар ҳамон давра харида буданд. дар чунин шароит ба назар гирифтани майлу иродаи мардум ки аз тариқи раипурсӣ изҳор мешавад барои тамоми нерӯҳои сиёсӣ ва ҳар як фарди ҷомеа қатъӣ ва ҳатмӣ мегардад. 6 ноябри соли 1994 дар раипурсии умумии халқӣ 94.4% шаҳрвандон иштирок намуда 87.6% онҳо ба тарафдории қабули конститутсия овоз доданд. ошкоро ва ҳаматарафа баррасӣ гардидани лоиҳаи конститутсия ба муҳокимаи мардум, пешниҳод шудани он ва ниҳоят аз тариқи овоздиҳии умумии халқӣ қабул гардидани конститутсия далели қатъӣ дар асоси меъёрҳои демократӣ аз ҷониби умум эҳтироф шуда қабул гардидани ин санадӣ тақдирсоз мебошад. ҳамчунин хотиррасон менамоям ки конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол дар миқёси иттиҳоди давлатҳои мустақил яке аз аввалин қонунҳои асосӣ мебошад ки бо роҳи раипурсии умумии халқӣ қабул гардидааст. ҳамватанони гиромӣ, конститутсияи тоҷикистон анъанаҳои давлату давлатдории тоҷиконро инъикос карда, ҳамчунин кӯшишу талошҳои фарзандони огоҳи миллати тоҷикро дар роҳи расидан ба истиқлолу озодӣ ва давлатдории миллӣ амалӣ гардонид. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дорои хусусиятҳое мебошад ки онҳо барои таҳкими давлатдории муосири мо заминаи устувор гузоштаанд. аввалан ғояҳои башардӯстонаи конститутсия инъикоскунандаи суннатҳои пурғановати халқи тоҷик буда аз фарҳанги ниёгони ориёии мо анъанаҳои давлатдории халқамон ва мероси бузургони таъриху фарҳанги миллатамон сарчашма мегиранд. дуюм, ин санади олии ҳуқуқӣ тоҷикистонро давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона эълон намуд. конститутсия дар назди ҷомеа вазифаҳои муҳимтаринро гузошт ки ташкили ҳокимияти давлатии муосир, низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва идоракунии давлатӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз ҷумлаи онҳо мебошад. сеюм, бори нахуст дар сатҳи конститутсия муқаррар гардидани тағйирнопазир будани шакли идораи ҷумҳурӣ, моҳияти демократии ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат воситаи муҳимтарини ҳимояи конститутсионӣ
ساخت دولتداری معاصر تاجیکستان به حساب می رود. من سفرهای خارجی بسیار دارم، می آموزم. ساخت پارلمانتی، مقامات حکومتی دولتی، ساختار و مقامات و دیگر شد. هر یک کشور تاریخ و تمدن و فرهنگ و رسم و آیین خودش دارد. ما نمیتوانیم که دموکرات گفتن آورده انا میرمونه بگه که انا قدی بازی کن. حتما به این نوبت گرفتن در کار. این خطاگی محض می شود. مثلا در تاجیکستان 99.9% مردم تاجیکستان مسلمان است. و مردمش از قصد. ما رسم آیین خود را داریم. عنعنه‌های خودمان را داریم که تاریخ باستانی دارد. قریب 6000 ساله از تاریخ آمده است. چگونه ما آن را انکار میکنیم؟ حتی دولت‌های پیشرفته را میبینیم رسم و آیین و عنعنه‌های ملی خود را تا حاضر نگاه داشته است. سر لباس هم اینم عنعنه‌های ملی ماست. چی میکنن دولت از بین برن؟ اول زبان تا میگیرن با فرهنگ تا سر لباس تمام. ولی بعضا طایفه مردم بیگانه پرستی میکنند. سطح معرفتش پس است نمیدونن. تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک بیخبر است. چهارم، کنستیتوسیای تاجیکستان در اساس ارزش‌های ملی و عمومی بشری، انسان، حقوق و آزادی‌های او را همچون ارزش عالی اعتراف نموده، رعایت و حفظ حقوق‌های انسان را از جانب دولت کفالت داده است که این بیانگر واقعاً به جامعه متمدن معاصر پیوستن تاجیکستان میباشد. پنجم، تامین نمودن رشد استوار جامعه و عملی گردیدن حقوق‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شهروندان که در کنستیتوسیا پیش‌بینی گردیده است امکان می‌دهد که سطح و صفت زندگی مردم منتظم بلند برداشته شود. ششم، در کنستیتوسیا مستقلیت حاکمیت سودی اعتراف گردیده است. یعنی تنها سودی مستقل و بی‌غرض می‌تواند با راه عملی کردن عدالت سودی منفعت‌های دولت و جامعه، حقوق و ارزش‌های شخص و شهروند را تامین نماید. می‌خواهم که سودهای ما یک عمره باشد. اول همین را خواستم بکردم. لیکن دیدم از کار و فعالیت و کادرها و سطح کسبیت دیگر نه، ما با اون درجه نرسیدیم. با درجه یک 10 سالهای دیگر در کار که سطح کسبیت حقوق شناسای ما و سطح کسبیت حقوق شناسای بین المللی برابر شود و سطح معرفت حقوق شهروندان نیز بلند برداشته شود. کنستیتوسیا را آموختن در کار. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیا برای فقط منصبداران نیست. در اینجا هم حقوق شهروندان است، هم وظیفه شهروندان است. هر یک شهروندش وظیفه هم دارد. هفتم، ولایت کنستیتوسیا نسبت به تمام سندهای معیاری حقوقی، یعنی کنستیتوسیا سند عالی حقوقی میباشد و یگان سند دیگر حقوقی نمیتواند کنستیتوسیا را تغییر دهد یا برخلاف معیارهای آن قرار قبول شود. هشتم، در اساس پرینسیپ و معیارهای کنستیتوسیونی عاید به فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابر حقوقی و حفظ همه شکل‌های مالکیت، اقتصادیات تاجیکستان صاحب استقلال تشکل و رشد یافت. امروز جای کاری را کی معین میکند؟ کارخانه 3 ساله را کی بنیاد میکند؟ صاحبکار. نه اینکه کارخانه‌های 3 ساله مؤسسه اجتماعی، صاحبکارانی که امکانیت دارند در دیگر مسائل کارهای آبادانی و سازندگی دولت بسیار فعال هستند. نهم، در زمینه کنستیتوسیا ولایت قانون که مناسبت دولت را با جامعه در اساس اعتراف منفعت‌ها تامین می‌نماید استوار گردید و پایداری عدالت اجتماعی تامین کرده شد. دهم، بار نخست این حجت عالی سیاسی و حقوقی برای به عمل برآوردن حاکمیت دولتی در اساس تجزیه آن به حاکمیت قانونگذار، اجرایه و سودی مساعدت نمود. 11، در کنستیتوسیا فعالیت آزاد اقتصادی، گوناگونی سیاسی و مفکوروی، بسیار حزبی، آزادی اعتقاد، سخن، مطبوعات، گوناگون شکلی مالکیت و دیگر ارزش‌ها که دلیل روشنی موجود بودن نظام دموکراتی در مملکت میباشند افاده یافت.
این و دیگر ارزش‌های کنستیتوسیا باعثی از جانب کارشناسان بین المللی از جمله 5 کنستیتوسیای بهترین دولت‌های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراف شدن کنستیتوسیای تاجیکستان گردیده است. در رابطه با این باز یک نکته مهم را تاکید باید کرد که قبول کنستیتوسیا راه را برای آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی و حقوقی هموار ساخت. در نتیجه تطبیق ثمرناک معیارهای کنستیتوسیونی ذکر شده تاجیکستان از سال 2000 به مرحله رشد استوار وارد گردیده. سالهای آخر افزایش حجم مجموع محصولات داخلی به حساب می‌آید بیش از 8% تأمین شده ایستاده است. پیاده از 25 سال است که بیگاز زندگی می‌کنیم. بسیاری باور ندارند. همه چی را به بر گذرانده ایستاده. شاید این زمستان آخر باشد. ما از این پره مشکلاتی که هست بعدی اگریگات‌های دیگری نیروی برقی آبی را دادن. مردم از لحاظ اکولوژی انرژی تازه گرفته رشد هم اقتصادی میشود هم اجتماعی هم مردم سطح زندگی خوبتر بهتر میشه. چون این سطح افزایش در عرصه بین المللی نشان دهنده بلند سرعت رشد اقتصادیات و حساب می رود. در برابر کفالت حقوق و آزادی‌ها در کنستیتوسیا وظیفه و عهده‌داری‌های شهروندان تاجیکستان مقرر کرده شده‌اند. از جمله مطابق ماده 10 کنستیتوسیا دولت و همه مقامات آن شخصان منصبدار شهروندان و اتحادیه‌های آنها وظیفه دارند کنستیتوسیا و قانون‌های کشور را رعایت و اجرا نمایند. همچنین مطابق مقررات ماده 42 کنستیتوسیا هر شخص وظیفه دارد حقوق، آزادی و شأن و شرف دیگران را احترام نماید. حفظ وطن، حمایه منفعت‌های دولت، تحکیم استقلال، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. قابل ذکر خاص است که در کنستیتوسیا همچنین مسئولیت فرزندان بالغ و قابل مهنت برای نگهبانی و تأمینات اجتماعی پدر و مادران در ماده علاوه ذکر گردیده است. انا همین هم به واسطه تکلیف شخصی من است. بعضا 6 تا 7 فرزند دارند لیکن میبرند در خانه پیرانسالان میسپارند. آن نخواه که در طبیعت مردم ما، فرهنگ ما، رسم آیین ما، شما پدر و مادر که نباشد ما نبودیم، ما نمیشتیم، اینجا نمیشتیم. هم بی پدر بی مادر انسان تولد میشود. ما حتما نوشته مادر کار که مخصوصا در پیرانسالی کلانسالی پدر و مادر در قد کوچه نماند، به صاحب نماند، نگاه کند. فرزند اینجا ما دیگر کودکس جنایتی ده. اگر فرزند غمخواری نسبت به پدر و مادر بکنه و جنایت است. افسوس که این چیز هست. باید گفت که عمل گردیدن حقوق و آزادی این چنین وظیفه‌های انسان و شهروند از سطح معرفت حقوقی مردم وابستگی دارد. ما سال 2024 به مناسبت 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سال معرفت حقوق اعلان نمودیم. زیرا جوهر معرفت حقوقی را رعایت معیارهای کنستیتوسیا همچون قانون اساسی تشکیل می‌دهد. معرفت حقوقی شهروندان در نوبت خود برای بنیاد جامعه پیشرفته و عدالت پرور نقش کلیدی دارد. هدف از اقدام مذکور بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراسی و تحکیم حقوق و آزادی‌های انسان میباشد. همچنین تربیت شهروندان در روحیه احترام به کنستیتوسیا، رعایت و اجرای قانون‌ها و تأمین نمودن ولایت قانون نیز از جمله هدف‌های اصلی سال معرفت حقوقی به حساب می‌رود.
در برابر این هدف اساسی بلند داشتن معرفت حقوقی شهروندان به آن روانه شده است که اعتراف و احترام، رعایت و اجرای قانون به حکم عادت و عنعنه تبدیل یابد. همین دموکرات این ولایت قانون است. تمام دنیا ولایت هر کاری که میگه در چارچوب قانون. اصلا وکیلان مردمی که دیگر همکاری های پارلمانی دارن آموزن. ما تجربه کشورهای متمدن بیشتر آموزیم. آموختم در کار بعد بسیار قانونایی داریم که 30 سال پیش قبول کردیم. نیاز دارد به تغییرات علاوه وارد کردن، با شرایط زمانه مطابق کردن. این آزمایش شما وابستگی دارد. زیرا طور روندهای رشد جامعه جهانی ثابت می‌سازند تنها جامعه با پیشرفت و ترقیات نائل شده می‌تواند که در آن کنستیتوسیا و قانون‌ها بیچون و چرا رعایت و اجرا شده ولایت قانون همچون ارزش مهمی دولت حقوق بنیاد تامین گردد. ما در قانون از قبول کردیم گرفتن معلومات پررای میانه بعضا پدر مادرها مانع میشن فرزندان را حقوقشون پایمال نمیمونن نمیدونن که در کودکس علاقه این جنایت است در نزد قانون جواب بگوید جریمه نه در نزد قانون جواب بگوید. با این مقصد ضرور است که کارهای فهماندهی و معرفتی شرح و تفسیر علمی و عاموی معیارهای کنستیتوسیا و قانونها با اشتراک عالمان، کارمندان مقامات حفظ حقوق، دیگر متخصصان و در این زمینه تشکیل و برگزار نمودن برنامه‌های مخصوص توسط واسطه‌های اخبار عامه وسیع برآ مانده شوند. همین صاحبکاری تجارت هم در همه سمت‌ها حقوق ندانی اگر باشه حقوق شناس نباشی و نباشی فریب میکنن در وسط شهردما بسیار به چشم میرسد روی راست فریب میکنن. از این لحاظ با آموزش کنستیتوسیا و قانونها در وزارت اداره کارخانه و مؤسسات صرف نظر از شکل مالکیتشان از جمله مؤسسه‌های تعلیمی باید اعتبار جدی ظاهر گردد. حاضرین ارجمند، طور ذکر گردید در برپا کردن دولتداری نوین تاجیکان و رسیدن به وحدت ملی کنستیتوسیا نقش مهم دارد. البته رسیدن به وحدت ملی نتیجه عقل و خیرت ملت باستانی تاجیک می باشد و به امضا رسیدن سند مهم و تاریخی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان که به جنگ تحمیلی شهروندی خاتمه گذاشت نقشی ارزشمند بازی. امروز تجربه صلح آفرینی ملت فرهنگسالار تاجیک به مکتب عبرت آموز حل نزاع‌های داخلی دولتی مبادل گردیده است. من بسیار از حقوقشناسا میخواستم که در وقتی نزد مردم میروید یا با واسطه تلویزیون و رادیو صحبت میکنید زبان مادری، زبان دولتی، زبان عادی، زبان خلق گپ نفهمد. صرف ادبی کتابتی رو وای میکنید نمیفهمد. چقدر ما سطح کسبیتی تیار کردن متخصصان در دانشگاه و دانشگاه‌های عالی برام برداشتنمان در کار است. حتما حقوق شناسا دو زبان خارجی را مثل زبان دولتی باید دانند. بعدا نه که حقوق شناسا تنها قانون‌های ما قانون‌های بین المللی را نیست آموزند کار کردن را یاد گیرند که در وقتی همایش‌های بین المللی میشن منطقوی میشن یا که در بعضا بحث و مناظره‌های قبول دیگر میشد رفته فکر و اندیشه‌ها و تجربه خودمون را بیان کرده توانی نه اینکه حقوق شناسمون حتی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی باید دو زبان داند دو زبان خارجی رو یک خارجی آمد و من کرد چیکار میزنه با کدام زبان این دو زبان من میگم زبانی معاشرتی بین المللی از زبانی آن است. از 6 زبانی که سازمان ملل دارند یکیش انگلیسی است دیگرش روسی. حتما آنهای دانشجو هستند وقت دارند آموختن در کار برای خودتان حقوق شناس میشوید یا که اقتصادچی میشوید صاحب کار میشوید تاجر میشوید دیگر میشوید 50% پیشرویتان موفقیت کارتان میشود دانستن زبانهای خارجی. از این لحاظ با آموزش کنستیتوسیا و قانونها در وزارت اداره
کارخانه و مؤسسات صرف نظر از شکل مالکیتشان از جمله مؤسسه‌های تعلیمی باید اعتبار جدی ظاهر گردد. حاضرین ارجمند، طور ذکر گردید در برپا کردن دولتداری نوین تاجیکان و رسیدن به وحدت ملی کنستیتوسیا نقش مهم دارد. البته رسیدن به وحدت ملی نتیجه عقل و خیرت ملت باستانی تاجیک می باشد و به امضا رسیدن سند مهم و تاریخی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان که به جنگ تحمیلی شهروندی خاتمه گذاشت نقشی ارزشمند بازی. امروز تجربه صلح آفرینی ملت فرهنگسالار تاجیک به مکتب عبرت آموز حل نزاع‌های داخلی دولتی مبادل گردیده است. بعضی کشورها زیاده از 50-60 سال شد در داخل به زد و خورد نزاع جنگ‌های شهروندی مشغول هستند. میلیون ها کشته شدند. نمیتوانند شرایط پرتضاد زمان معاصر و بازی‌های گیاسیاسی تهدید غایه‌های خطربار به ارزش‌ها و مقدسات ملی، شدت گرفتن مبارزه‌های مفکوروی، رقابت‌های اطلاعاتی و دیگر خطرهای جهان امروزه تمام افراد جامعه را وادار می‌سازند که وحدت ملی را همچون گهورک شهر حفظ نمایند. من همیشه تاکید می‌نمایم که و اطمینان کامل دارم که مردم فرهنگ سالار و تمدن ساز ما به قدر و قیمت وحدت و صلح و ثبات میرسند و نمیگذارند که اندیشه و غایه‌های افراطی و بیگانه خطرزا مفکوره جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده ثبات و آرامی کشور و وحدت ملی مان را خلل‌دار سازند. خرافات در ما بسیار ریشه دوانده ایستاده است. چون که ما حقوق شناسا، ما فعالان در جامعه باید نیستیم. در بسیار حالت یکی از سبب‌های بدبختی جنگ شهروندی که به سر ملت تاجیک آمد این بی‌طرفی پیش از همه هم اکثریت حاکمیت هم اهل ضیا بود، دیگر خدمتچیان دولتی بودند. بی‌طرفی این بسیار بدبختی می‌آورد. خدا ترس هستی پدر و مادر خدمت کو، عزت و احترام شوهر دار، دعای پدر مادر گیر، درویگی کردن مونده کار نیست. همه کار دارن قوی بودن، اراده مستحکم داشتن بودن. ما اکنون دولت ساختیم. دولتداری کردن کاری آسان نیست، مثلا با کشورهای خرد. برای همین وظیفه اول درجه ما پیش از همه این امنیت ملت و دولت تامین کردن، تمامی راه و واسطه قطعی. بار دیگر خاطر نشان می سازم که وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، عامل آرامی و آسودگی، رمز هویت و خودآگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و سعادت نسل‌های امروز و آینده می باشد. امروز خلق سعادتمند تاجیک در شرایط صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در جاده عملی سازی هدف‌های سازنده خود به قدم‌های استوار پیش می‌رود. من تاجیک وطن من دوست می‌دارم. چقدر دوست می‌داری؟ چگونه دوست می‌داری؟ زبان قدی؟ آنشان ده. نوراز جوان باشی خون، با اعلا خون، زبان‌ها را خون، تکنولوژی خون، کسب هنری درجه عالی رو ورزش مشغول شو، دیگرش نام و مرتبه ملت تاجیک بنا بردار، اختراعکار شو، معمار شو، مهندس شو.
در گوشه آبادی تایشان پهلوت گذار، یک نهال شنان، خانه و در کوچه محل خودت آباد کن. همین که من وطن ما دوست می‌دارم، زبان قدی افتر رفتن قدی نمی‌شود. خلق قدی دوست داشتن در کار، حسی ملی داشتن در کار، حسی وطن دوستی، وطن پرستی داشتن در کار. هر صبح کسی با خود سوال که من همین روز چیکار کنم برای آبادی وطنم، برای دولتم چیکار کنم. همین خیلی آمده رفتن این هنر نیست. من که خدمت کردم و خیلی خدمتات رحمت خدمت کردی، برای فرزندات کردی، برای آینده خودت کردی، نبیرات زندگی میکنن، ابیرات زندگی میکنن، برای ملت خودت کردی. تنه نکن، بکن. اگر هیچی نباشی اهل زیایی دیگر هستی، یک شخص بیراه را برای درست تربیت کن. هموطنان عزیز، رشد استوار جامعه خصوصا در دولت‌هایی که در مرحله ترقیات قرار دارند طلب می‌کند که معیارهای کنستیتوسیون پیوسته تکمیل داده شوند. این در نوبت خود بر رشد بی‌میلان ساحه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مساعدت می‌کند. تکمیل کنستیتوسیون همچنین با گسترش منبع روندهای دموکراتیک کنانی حیات جامعه، تشکل یابی و تحکیم اساسهای انسانی حاکمیت دولتی، رکنهای اساسی آن و مکمل و ثمرانه گردیدن نظام مقامات دولتی مساعدت می‌نماید. چنین عمل همچنین زمینه ضروری حقوقی را برای کفالت رعایت و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان مهیا می‌سازد. کنستیتوسیون تاجیکستان سالهای 1999 2003 و 2016 توسط رئیس‌پرسی عمومی خلقی تکمیل داده با آن تغییر و اضافه‌های مهم و ضروری وارد کرده شدند. تغییر و اضافه‌های سال 1999 در اساس سازشنامه عمومی استقرار رسون و رضایت ملی در تاجیکستان عملی گردید. این تغییر و اضافه‌ها اساساً به تشکیل و فعالیت پارلمانت کسبی دخل داشته، در نتیجه باب سیوم کنستیتوسیون در تحریر نو قبول گردید. با در نظر داشت تغییر و اضافه‌های سال 1999 ساختار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دیگرگون گردید. آن همچون مقام عالی نمایندگی و قانونگذاری کشور عبارت از دو پالات تأسیس داده شد. سال 2016 به کنستیتوسیون دایر به شکل اداره‌کنی دولت، وضع حقوقی شهروندان، حزب‌های سیاسی و جلب وسیع شهروندان به اداره‌کنی دولتی معیارهای خیلی مهم وارد کرده شد. تکمیل نظام حاکمیت سعودی، بلندبرداشتن مسئولیت اعضای مجلس ملی، وکیلان مجلس نمایندگان، اعضای حکومت و سودیه‌های مقامات سعودی نیز از جمله معیارهای مهمی سال 2016 به کنستیتوسیون وارد گردیده میباشد. در مجموع تغییر اضافه‌هایی که 3 مراتبه برای رئیس‌پرسی عمومی خلقی به کنستیتوسیون وارد کرده شدند، مضمون و محتوا و معیارهای آن را تکمیل داده به رشد استوار منبع کشور مساعدت نمودند. کنستیتوسیون اساس نظام قانونگذاری مملکت بوده، در زمینه آن قانون‌ها و دیگر سندهای زیرقانونی قبول کرده می‌شود. سندهای ذکر شده ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و ساختار و فعالیت دولت را به تنظیم درآورده و رشد با سرعت و استوار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مملکت مساعدت می‌کنند. باید گفت که در کنستیتوسیون پرینسیپ و ارزش‌های نظام حقوقی کشور ثبت گردیده‌اند. یعنی در این سند عالی همچون سرچشمه قانون‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی اساس نظام نو قانونگذاری مملکت گذاشته شد و در زمینه این حجت عالی حقوقی قانونگذاری نو دولت تاجیکستان تشکل یافت. کنستیتوسیون همچون سند عالی سیاسی و حقوقی در تحکیم و تکمیل حاکمیت دولتی، تشکیل و فعالیت آن، نظام مقامات دولتی و همکاری آنها نقش کلیدی دارد. چنین همکاری در اساس
принципи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ сурат мегирад. ин принсип яке аз арзишҳои ҷаҳони мутамаддин буда имкон медиҳад ки шохаҳои ҳокимияти давлатӣ дар доираи салоҳияти худ мустақилона фаъолият ва ҳамкорӣ намоянд. солҳои сипаришуда нишон доданд ки чунин тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ ба манфиати халқ ва фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ мебошад. ҳамватанони гиромӣ, аҳамияти таърихии конститутсия дар он зоҳир мегардад ки ин санади муқаддаси давлати соҳибихтиёр истиқлолу озодии тоҷикистонро ба расмият дароварда шакли идораи давлатро муайян намуд. конститутсия ҳамчунин барои ташкил ва таҳкими низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ заминаи ҳуқуқӣ гузошт ва омили таъминкунандаи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти давлативу ҷамъиятӣ гардид. ин санади тақдирсоз инчунин асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқтисодиву фарҳангии ҷомеа ва давлати тоҷикистонро муайян намуда, низоми мукаммали ҳуқуқу озодиҳои инсонро муқаррар кард ва механизми амалигардони онҳоро кафолат дод. бо гузашти 30 сол аз қабули ин санади тақдирсоз мо бо сарбаландӣ ва ифтихор гуфта метавонем ки роҳи интихоб кардаи халқи тоҷикистон, яъне барпо кардани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ҷавобгӯи мақсаду маром ва ормону ҳадафҳои мардуми шарафманди мо мебошад. яъне бунёди ҷомеаи муосири озоду демократӣ, дастовардҳои имрӯзаи тоҷикистон, рушди бонизому устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ба мо маҳз дар натиҷаи татбиқи бомароми меъёру муқаррароти конститутсия муяссар гардид. итминони комил дорам ки конститутсия ҳамчун санади роҳнамову сарнавиштсози таърихӣ барои рушди минбаъдаи тоҷикистони соҳибистиқлол садсолаҳо хизмат хоҳад кард. дар ин лаҳзаҳои фарахбахши идона бори дигар тамоми мардуми шарафманди тоҷикистон ва ҳамаи шумо ҳозирини гиромиро ба ифтихори 30-умин солгарди қабули конститутсияи тоҷикистон, санади тақдирсози ҷомеа ва давлат самимона табрик мегӯям. орзумандам ки дар хонадони ҳар як фарди мамлакат сулҳу амонӣ, хушбахтӣ ва саодати рӯзгор ҳамеша пойдор бошад. бигзор конститутсия ҳамчун яке аз муқаддасоти миллии мо барои истиқлолу озодии давлату давлатдории мустақили тоҷикон, пешрафти устувори он, кафили доимии амнияту суботи кишвар ва зиндагии орому осудаи мардуми тоҷикистон хизмат намояд. саломату сарбаланд бошед ҳамватанони азиз. گرچه سرقانون کتاب آسمانی نیست، مثل آن اما کتاب جاودانی نیست. اختراع این زمانی نیست جز جلای تازه زند و
اوستا و کروشی آریانی نیست. نکته های قسمتی دولت در آن درج است. حرف های این زمان و جاودان درج است. گنج های سرزمین و اختران آسمان درج است. راهی بختی هر نفر تا بیکران درج است. حرفهایش همچو انسانهای خوشبین و خوشامالند. سطرهایش راهی بخت و راهی اقبالند. صفحه هایش بهر پروازی بلندی خلق چون بالند. نکته هایش از تلاشی ملت و دولت برای گنج استقلال خوش فالند. حرف گرمی حضرت زردوش در آن شعله‌ور مانده. جاویدانی شهکروش و نامه حقی بشر مانده. سربداران در دفاع ملک و ملت سر به سر مانده. از هزاران سال ما صدها هزاران نامه فرهنگ و فرمانده. چشمهای رودکی چون حرفها بیناستند در آن. شاهنامه از شکوه خلق ما گویاست اندر آن. ابن سینا رمز خلق خیش در دنیاست اندر آن. مولوی و مولوی های دیگر از ماست اندر آن. تاره تاره خون زخمی پشت عینی سطرهایش شد. نامی بابا جان غفور و تاجیکان در روی دنیا رونمایش شد. شعر ترسون زاده در 6 قطعه عالم صدایش شد. مخصوم و شاتیمرش بهرش هلاک و زنده دایم برایش شد. راه جاویدانگی دولت و ملت کشاد امام علی رحمان و در این راه مشکل پیشوایش شد. بهر خلق ما همه دنیاست سرقانون. امن خلق و رشد صنعت هاست سرقانون. پرچمی بالا سری بالاست سرقانون. تخت و تاج دولت و بختی بلندی ماست سرقانون. منشأش آمال خلق پاک عالی همتی ماست. تکیه‌دارش اصل استقلال و عزم نصرت ماست. زیستن با آن بقای دولت ماست. پیش راهش وا ز روحی به شکستی پیشوایی ملتی ماست. سرنوشتم آری و آتش ستون
جونی باورم سوگندی استقلال همیشه تن به تن با پیشوا هستیم همیشه تن به تن با پیشوا هستیم لیوای آبروی وطن با پیشوا هستیم بهاری به خزانت ای وطن مایم امید و آرمانت ای وطن مایم برای حفظ استقلال در پیمان پیامی پاسبانت ای وطن مایم همیشه تن به تن با پیشوا هستیم همیشه تن به تن با پیشوا هستیم لیوای آبروی وطن با پیشوا هستیم بهاری آرزوی پیشوا مایم در گلشن به حرفی گفتگوی پیشوا مایم در میهن به سوی پیش عزمی ماست به سوی قلعه مقصود عزمی ماست تاجیکستان به پیش به پیش به پیش همیشه تن به تن با پیشوا هستیم همیشه تن به تن با پیشوا هستیم لیوای آبروی وطن با پیشوا هستیم لیوای آبروی وطن با پیشوا هستیم خلق با صد آرزوی و سوز و تاب کرد سر قانون خود را انتخاب برد سر قانون ورا با راه بخت سال و ماهش گشت سال و ماه بخت برد سر قانون ورا با راه بخت سال و ماهش گشت سال و ماه بخت چهره گلگون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان چهره گلگون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان روی بختی خلق را گل گل نمود باغها از دشت و از هامون نمود همسر آزادی به مردم هدیه کرد
جمله را هم بنده قانون نمود چهره گلگون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان چهره گلگون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان دیدی سر قانون مبارک دوستان پرافشان پرچمی صلح و امانی در مداری تو فروغی مهر میخزد وطن از هر کناری تو خوشا در حاله نوری خوشا در پرتوی سوری پیامی عشق و آزادی است صوتی آبشاری تو آن فرخنده میراثی عزیزی آریانایی فروزان اخترانی در مردانی باری تو پیامی دوستی پیشوایم پهن در عالم که در پاسخ همه دنیاست اکنون دوست داری تو وطن جانم مبارک باد احیایی نوی ملکی کهن امروز مبارک همت و احیای خلقی جانی ساری تو خوشا اکنون چراغانت خوشای فیض و احسانت سری خم پیشین و مردان و بدخواهان نداری تو وطن جانم همانا بیغگانت نام برداری تو می باشد که از روزی ازل در ده تخمی عدل کاری تو آن فرخنده میراثی عزیزی آریانایی فروزان اخترانی در مردانی باری تو پیامی دوستی پیشوایم پهن در عالم که در پاسخ همه دنیاست اکنون دوست داری تو وطن جانم پایه قانونی دولت پایه قانونی دولت سرفرازی و عدالت سرفرازی و عدالت چون وطن آسوده با تو شه کتابی بخت ملت چون وطن آسوده با تو شه کتابی بخت ملت کشوری ما را امانی کشوری ما را امانی پایدار و جاودانی پایدار و جاودانی
فضای صلح و وحدت حامیم و تاجیکانی، در فضای صلح و وحدت حامیم و تاجیکانی. پایه قانونی دولت سرفرازی و عدالت، چون وطن تا سوده و تو شب کتابی بخت ملت. بقایی وقتی ملت را بقایی، حامی صلح و صفایی، حامی صلح و صفایی، با پیامی سروری خش راهنما و راه کشایی، با پیامی سروری خش راهنما و راه کشایی. کشوری آسوده داریم، کشوری افتخاری ملکی تاجی، ای باعث نام و عاری ملکی تاجی، هر لحظه کفیل امن و استقلالی، ای باعث اقتداری ملکی تاجی. یک حرفی تو حرف از حقیقت گوید، حرفی دیگرش از محبت گوید، روشنگری چشم و قلب و وجدان و وجود. هر حرفی تو حرف از سعادت گوید، یک حرفی تو حرف از حقیقت گوید، حرفی دیگرش از محبت گوید، روشنگری چشم و قلب و وجدان و وجود. یک حرفی تو حرف از سعادت گوید. ای شاه کتابی بخت، ای سر قانون، ای حامی تاج و تخت، ای سر قانون، پاینده بیمان همیشه در باغ حیات، سرسبز چو یک درخت، ای سر قانون. ای شاه کتابی بخت، ای سر قانون، ای حامی تاج و تخت، ای سر قانون، پاینده بیمان همیشه در باغ حیات، سرسبز چو یک درخت، ای سر قانون. آره که تو بخنامه رخشانی، شایسته احترامی به پایانی، زراز مقدسات ملت هستی، زیرا که تو راهنمای هر انسانی، زراز مقدسات ملت هستی، زیرا که تو راهنمای هر انسانی. ای شاه کتابی بخت، ای سر قانون، ای حامی تاج و تخت، ای سر قانون، پاینده بیمان همیشه در باغ حیات، سرسبز چو یک درخت، ای سر قانون. ای شاه کتابی بخت، ای سر قانون، ای حامی تاج و تخت، ای سر قانون، پاینده بیمان همیشه در باغ حیات، سرسبز چو یک درخت، ای سر قانون، پاینده بیمان همیشه در باغ حیات، سرسبز چو یک درخت، ای سر قانون.
ای تاجیکستانی دلم، امید و ارمانی دلم. ای زادگاه آفتاب، گردون گردانی دلم. ای زادگاه آفتاب، گردون گردانی دلم. ای سرزمینی مهربان، در سینم دل میزنی، در چشم بی چشمت گیرم بسانی روشنی. ای لالا زوری آزری، در دامن بوته بازور، از نبضی سبزی خاک دور، جویم بهاری به خزان. دارد بسنگیستان تو اندیشه سنگین زمان. هنگام در هنگام باش، هنگامای رنگین کمان. هنگام در هنگام باش، هنگام رنگین کمان. باد از هفت آسمان، ای مهدی بالای من، جز تو در این دنیای دور، نبر یگان کالای من. یک اندوه تو را آخر برای کهکشان، از تو سرت ببرم سوی جهانی بنشان، سوی جهانی بنشان. این سرور و این میلاد معروف به دنیا شد، معروف به دنیا شد، مشهور به دنیا بود، در قلب همه جا شد، در قلب همه جا شد. با هم ما روحیم، سرجم همه کوهیم، سرجم همه کوهیم. گل گل شکوفان شهر و باغ و چمنی ما شد، باغ و چمنی ما شد. معروف به دنیا شد، در قلب همه جا شد. پرچم شده در جولان، در دهر نیشارخشان، شد شهری دوشنبه سبز، بر آن همه شیدا شد، بر آن همه شیدا شد. این خصم و رقیبی ما گشتند حبیبی ما، یک سرور و یک رهبر از خلق و میدا شد، از خلق و میدا شد.
شد مشهور به دنیا بود در قلبی همه جا شد در قلبی همه جا شد در قلبی همه جا شد این صوت و سرودی من هم دو درودی من زد چرخ همه گردون میلاد زینوه یاشو میلاد زینوه یاشو این رشد و مقامی ما هم قدر و مرامی ما آزادی و آبادی امید به فردا شد امید به فردا شد امید به فردا شد این سرور و این میلاد معروف به دنیا شد مشهور به دنیا بود در قلبی همه جا شد در قلبی همه جا شد با همه ما روحیم سرجم همه کوهیم گل گل شکوفا شهر و باغ و چمنی ما شد باغ و چمنی ما شد باغ و چمنی ما شد معروف به دنیا شد در قلبی همه جا شد در شب زنده دار در دفاع خواهرانی نامدار در دفاع ملک همچون نوبهار جمله می باشیم شکوه پایدار در دفاع مادر شب زنده دار در دفاع خواهرانی نامدار در دفاع ملک همچون نوبهار جمله می باشم چکوی پایدار در رهی مردی سپاهی میمانه سرپرست و سرپناهی میمانه ما که دست آموختیم از پیشوا از دل و جان تکیه‌گاهی میمانه در رهی مردی سپاهی میمانه سرپرست و
احسان و فریمن اعتماد و باوری من تاجیکستان کشوری من مظهری من محوری من فیض و احسان و فری من اعتماد و باوری من تاجیکستان مظهری من اینقدر زیبا شکفتی گل به گل من ناشکفتی با فردا شکفتی در فراز کشوری من قدر تو تا عرش بالاست عاشقی روی تو دنیاست مهنی صلح و محبت مهنی بخت آوری من تاجیکستان کشوری من مظهری من محوری من فیض و احسان و فری من اعتماد و باوری من تاجیکستان مظهری من تاجیکستان